غذاهای گریه آور و غذاهای خنده آور. اینو که میبینین روغن هسته فلفل هالوپینو، میگن این اگه بخوری خندتون میگیره. مثلا خیلی کم بخورم، یه ذره امتحان کنم، یعنی شادی آور، نشاط آوره. حالا ببین خدا یه جوریه که از اعماق وجود دلت بخواه بخندی. لوال نیافتارم. بهش میگن املت. میگن وقتی اینو بخوری گریت میگیره. ما هنوز نخورده گریه‌مون گرفته. واقعا خیلی عجیبه. یکی از عجیب‌ترین غذاهایی که خوردم. میخوام بریم تستش کنیم. مرسی.